سلام بینندگان عزیز، خبرهای نوترین تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی پیشنهادی شما میکنیم. امروز هفتم مارس است و در این نشری برنامه من زرنگزی نوروزشاه شما را همراهی میکنم. جنگ روسیه در اوکراین شدت میگیرد. تعداد پناهجویان هم در اروپا بسیار زیاد می شود. ما از تمام جهان التجا میکنیم به ما کمک کنه، چون این سرزمین ما کشور ما است. ما جای دیگری برای رفتن نمیخواهیم. مقامات انتظامی تاجیکستان بر ضد عزت امان حامی شناخته حقوق مهاجران تاجیک پرونده نو باز کردند. خویشاوندانش میگویند بی اساس است. کاهش پرواز هواپیماها از تاجیکستان به روسیه و نگرانی‌ها از احتمال بالاروی نرخ بلیط. این ماهی مارتا شدت میکنه. آیا باید هواش شود یا نشود نامعلومه. با ادامه جنگ و ویرانی در اوکراین، نظامیان روس گفتند برای کوچ دادن مردم غیر نظامی از شهرهای کیف و ماریوپول و خارکوف به جای بخطر آتش بس اعلام کردند. خبرگزاری ریا نووستی با تکیه به وزارت دفاع روسیه خبر داده است که به مردم فقط اجازه رفتن به روسیه و بلاروس داده شده است. مقامات اوکراین این عمل روسیه را غیر اخلاقی نامیده طلب کردند که به مردم اجازه داده شود از طریق حدود اوکراین کشور را ترک کنند. تعداد پناهجویان اوکراینی تا امروز به 1.5 میلیون نفر رسیده است. گزارش را در این باره همکارم طاهری سفر تقدیم می‌کند. این پل مرزی در بین مجارستان و اوکراین رمزی است. از اینجا 30 سال پیش آخرین سرباز شوروی به اوکراین آن زمان یکی از جمهوری‌های سابق اتحادیه شوروی گذشته است. همان وقت اکثریت فکر می‌کردند که با همین نفوذ روسیه در اروپای مرکزی ابداً تمام می‌شود. اما حالا با حمله روسیه به اوکراین از صدها هزار نفر به همین سمت از جمله مجارستان فرار می‌کنند. چند قدم در داخل اوکراین خبرنگار صدای آمریکا یک گروه از جمله یانا مادر 31 ساله را دید که از شهر بوچا در نزدیکی کیف با فرزندش گریخته است. او راه خانه‌اش را نشان می‌دهد که ممکن است دیگر به آنجا برنگردد. اینجا راه در بوچا است که دختری من به کودکستان میرفت. یانا نخواست نسبش را بگویند و رویش را نشان دهند. دیگران پروا نداشتند. من تمام زندگیم را، تمام دار و ندارم را گذاشته آمدم. این یک دیوانگی است. پایتخت کشور شما بمباران می شود. این وحشتناک است. در مرکز اروپا و در عصر 21 این باور نکردنی است. در چند روز گذشته بیشتر از 100,000 نفر به مجارستان آمدند. صدها هزار دیگر به کشورهای دیگر به خصوص لهستان رفتند. تعدادشان زیادتر می شود و دعوت‌ها برای کمک به اوکراین می افزاید. ما از تمام جهان التجا میکنیم به ما کمک کنه، چون این سرزمین ما کشور ما است. ما جای دیگری برای رفتن نمیخواهیم. ما اوکراینی ها هستیم. خانواده 44 میلیون نفری و از مردم روسیه میخواهیم به کوچه ها برآمده تظاهرات کنند. آنها نزاده‌اند. با حمله روسیه به اوکراین، نخست وزیر مجارستان ویکتور اوربان سیاست سخت گرانه مهاجرت به کشورش را سبکتر ساخت و گفت مهاجران اوکراین را زود و آسان قبول میکنند. حکومت‌های محلی مرکزهای قبول و نگهداری برای پناهجویان باز کردند. مؤسسه‌های دولتی با غذا تامین میکنند. مؤسسه‌های امدادی خیریه جمع می‌آورند. ما وسایل بهداشتی کودکان را آوردیم. کنسر و دارو برای تب، وسایل بهداشتی برای زنان. کسی پروا ندارد از کجا آمدند. به ما کمک ضرور است. ما باید اینجا باشیم. با اوج گرفتن حمله و خشونت، راه فرار پناهجویان به محل‌های امن نیز مشکل می شود و گذشتن آنها از مرز نیز مشکل تر. چند روز پیش اینجا یک راه آسان فرار به جای امن بود، ولی دیگر چنین نیست. در ضمن گروه از پناهنده های تاجیک که از اوکراین به لهستان رفتند میگویند یک هفته باز در پناهگاه در شهر کرچوه قرار دارند. با گفته آنها تعدادشان به بیش از 200 نفر میرسد. لهستان به آنها 15 روز مهلت داده است تا به تاجیکستان برگردند. پناهجویان میگویند برای بازگشت پول ندارند و از مقامات کمک خواستند. تا حال به اطلاع سفارت تاجیکستان در اوکراین بیش از 1300 شهروند تاجیکستان از اوکراین به لهستان و مولدو پناه بردند. امام الدین ستاری سفیر
سفیر تاجیکستان در آلمان روز 7 مارس به رادیوی آزادی گفت در حال حاضر 230 شهروندی که خواهش بازگشت را دارند ثبت نام شدند و به زودی به تاجیکستان پرواز میکنند. با افزایش تحریم‌های غرب بالای روسیه تعداد پرواز هواپیماها به تاجیکستان از روسیه کم شده است. کاهش پروازها در شب و روز پیش آمد که موسم سفر مهاجران به روسیه آغاز می شود. طبق اطلاع رسمی تا آخر ماه فوریه هفته از تاجیکستان به روسیه 120 پرواز صورت می گرفت. تعداد پروازها حداقل تا 25-30 عدد کاهش یافتند. کارمندان برخی از بلیط فروشی ها می گویند کاهش پروازها علاقه نرخ بلیط را بالا مثلا مسکو بالا برده است. مولا رجب یوسفی و نگاره فضل‌الدین موضوع را تحقیق کردند. این مرد باید همین شب به شهر ولگاگراد پرواز میکرد. او از شرکت سیبیر یا S7 بلیط خریده بود. روز 5 مارس این شرکت روسی اعلان کرد که پروازهای بین المللی خود را قطع میکند. چون این تصمیم مسافران این شرکت را در تاجیکستان در حالت ناگوار گذاشته است. میگن که یک ماه اجداد میکنه تا 28 همین ماه اخیر این ماهی مارس اجداد میکنه. آیا باید هواش شوه یا نشوه نامعلومه. روز 7 مارس چندین نفر در نزد نقطه بلیط فروشی شرکت سیبر جمع آمده بودند. همه آنها در دست بلیط پرواز را دارند که حالا معلوم نیست کی به آسمان بلند می شود. واقعا ناسپیر 6450 خواتیر مخی کسب مختم چی تو در دست گشتیست نمیتونه گون فرماسی میگم محکمه که سبشینی اومد ای وزارت. مسئولین شرکت هواپیمایی سیبیر یا S7 در تاجیکستان به رادیوی آزادی گفتند فعلا همه پروازهایشان از تاجیکستان به روسیه منع شده است. با گفته مسئولین شرکت سبب قطع شدن پرواز این است که شرکت هواپیماهای آنها اساساً ایروبوس است که حالا تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته است. یعنی اگر این هواپیماها به تاجیکستان پرواز کنند ممکن است که مصادره شوند. مسئولین شرکت درباره تقدیر مسافرانی که چیپتا گرفتند میگویند که تلاش میکنند با پروازهای علاهده مسافران را از تاجیکستان به روسیه برند. رئیس آژانس اویاسیون شهروندی ماه فوریه امسال گفته بود هفته میان تاجیکستان و روسیه 120 پرواز صورت میگیرد. از این 20 پروازش به شرکت سیبر متعلق بود که حالا قطع شده است. شرکت اورالسکی اویالینی هم خبر داد که پروازهایش به شهر ساچی و راستاو ندانو را برای روزهای 4 و 5 مارس بیکار کرده است. علاوه بر این مسئولین فرودگاه خوجند گفتند 2 پرواز شرکت اورالسکی اویالینی به نیژنی کامسک و سراتوف هم لغو شدند. بر علاوه این پرواز هواپیما از دوشنبه به کراسنودار هم 1 هفته پیش بیکار شده بود. مسئولین آژانس اویاسیون شهروندی روز 7 مارس نخواستند موضوع را شرح دهند ولی بر اساس حساب‌های پیشکی شمار پروازها میان تاجیکستان و روسیه در 10 روز اخیر حداقل 25-30 عدد کم شده است. پروازهای اساسی از جمله به شهرهای مسکو، سنت پترزبورگ، چلیابینسک، یکاترینبورگ و ارنبورگ همچنان ادامه دارند. با قطع شدن سفر طریق قطاره و نقلیات، پروازها وسیله اساسی رفت آمد میان تاجیکستان و روسیه هستند. مسافران اساسی مهاجران هستند که تعدادشان 1 میلیون نفر گفته می شود. با کاهش پروازها این نگرانی ها بیشتر شدند که نرخ بلیط به روسیه بالا می رود. هرچند مقامات وعده دادند که با بی اساس بالا بردن نرخ سفر اجازت نمی دهند. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی دوشنبه. مقامات تفتیشاتی بر ضد عزت امان حامی زندانی مهاجران تاجیک پرونده دیگر با جرم قلابی باز کردند. عزت امان که از حامیان شناخته حقوق مهاجران بود تیر ماه سال 2021 با عین گناه به 9 سال زندان محکوم شد. حالا نزدیکانش این اتهامات را بی اساس می‌دانند و می‌ترسند که حکم زندانی او درست‌تر می‌شود. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را پیگیری کرد و حالا در استودیو با ماست. میرزانبی، اول درباره جزئیات پرونده نو بر ضد عزت امان میگفته.
بله زرنگیز پرونده را مفتشان وزارت امور داخلی تاجیکستان باز کردند و یک منبع در ریاست تفتیشاتی وزارت روز 7 مارس امروز به ما گفت که بر ضد عزت امان با گمان قلابی به مقدار مخصوصا کلان پرونده باز شده است که عین پرونده قبلی جنایتی بر ضد اوست که 9 سال زندانی شد. نماینده ریاست که نخواست نامش برده شود افزود که پرونده بر اساس شکایت نورالله واحدوف یک ساکن ناحیه باختر باز شده است که ادعا میکنند که عزت امان با وعده انتقال دادنی و از یک زندان جمهوری مولداوی روسیه به تاجیکستان از او $10,000 گرفته و وعده را اجرا نکرده است و پولش را هم بر نگردانده است. ولی کوشش های ما برای صحبت با دعواگر نورالله واحدوف نتیجه نداد، اما در یک ویدیوی دستکاری شده در شبکه یوتیوب او میگوید که با برادر عزت امان در زندان بوده است و این حامی حقوق او را فریب داد و $10,000 را از آن خود کرد. خب میرزا نبی، نظر خود عزت امان یا خویشاوندانش درباره این پرونده چی است؟ آنها درباره این دعوای نو چی میگویند؟ ببینید، من با مادرش اشور بیبی خالوه امروز صحبت کردم و گفت که این ادعا بی اساس است. در واقع او تصدیق کرد که یک فرزندش همراه دعواگر نورالله واحدوف در مرداو زندانی بوده است، ولی سال 2010 عزت امان بعد آزادی پسرش پول دعواگر را برگردانده است و در عوض $6,000 ماشین مرسدسش را به او داده است. اشور بیبی خالوه میگوید که مسئله همون وقت حل شده بود و حالا او نمیداند که چرا نورالله واحدوف چنین دعوا میکند و در امروز حالا فرزندان عزت امان و مادر و دیگر خویشاوندانش میترسند که این حامی حقوق به سالهای درازتر زندان محکوم نشود. اگر در یاد بینندگان گرامی باشد، عزت امان را 19 اکتبر سال 2021 با گناه قلابی و یا از خود کردن پولی چند نفر به 9 سال زندان محکوم کرده بودند. خودش که یکی از منتقدان حکومت تایسان بود، میگوید که گناه نکرده است و برای دیگراندیشیش او را به زندان انداختند. تشکر همکارم میرزا نبی خالقزاد درباره باز شدن پرونده نو بر ضد عزت امان حامی حقوق شناخته مهاجران تاجیک در روسیه صحبت میکرد. امسال روزی زن را صدها زن افغان دور از خانواده در جشن میگیرند. هزارها نفر دیگری که در افغانستان ماندند از بسیار آزادی های خود محروم شده این روز و روزهای دیگری خود را کنج خانه سپری میکنند. پس از سقوط حکومت کابل با دست طالبان باری نخست زنهای مهاجر افغان در دوشنبه عید مادر را جشن گرفتند. همکاران ما شهلای عبدالله و علیشیر ظریفی هم آنجا بودند. گزارش آنها را یکجا میبینیم. برعکس چند چورابینی اخیر، این بار تالار سفارت افغانستان در دوشنبه پر از آدم بود. حضور گرم مهاجران افغان به ویژه زنها به خاطر تجلیل از روز مادر است که همه ساله 8 مارس جشن گرفته می شود. زنان افغان افزای کشور خود را با شعر تصویر کردند. دیدیم وحشت آمد و لبخند کوچ کرد، اوقات تلخ ماند به ما قند کوچ کرد. اهریمنان که یکسره در شهر ریختند، از کوچه 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 خداوند کوچ کرد. بعد به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در سال 2021 زندگی زنان و دختران افغان به کلی تغییر یافت. طالبان در این مکتب‌ها را برای دختران صنف‌های بالایی بستند و زنان را از حق کار و آزادی‌های دیگر محروم کردند. به زنها هشدار دادند که برقع بر سر کنند و تنها از خانه بیرون نآیند. زنهای افغان چنین برخوردی طالبان را به طور گوناگون شرح دادند. چونکه میترسند، چونکه زنان افغانستان سوادشان بالاتر از طالبان هسته، از این خاطر نمیخواین و اونا فکر میکنن که در اسلام، البته اسلامی که طالب فالو میکنه، به زن حق درس و حق کار داده نشده، در حالی که در اسلام گفتن که درس به زن و مرد فرض است. اونا خودشان بی سواد هستند، اونا تحصیلات ندارن، اونا به می خاطر نمیخواین که افغانستان رشد کنه، خانم‌ها یا دختر خانم‌ها رشد کنن، استعداد خود نشان بدن، تحصیل کنن. طالبان بارها وعده دادند که به حقوق زنان در افغانستان احترام میگذارند و در این مکتب‌ها را برای دختران باز خواهند کرد، ولی وعده هایشان اجرا نشده است. بیش از 6 ماه می شود طالبان در افغانستان سر قدرت هستند، ولی هیچ کشوری حکومت آنها را اعتراف نکرده است. احترام به حقوق زنها یکی از طلب‌های اساسی جامعه جهانی از طالبان است. شناخت راوی امیور پسر آمیر از اینجا به پایان برنامه اخباری آزادی رسیدیم. تا برنامه‌های دیگر، خدا نگهدار شما.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is